پیش از سر کردن ویدیو کانال یک خواهرمان که با نام پراستایی دستوپنا یعنی کانال پخت و پز را من برای شما توصیه میدیم. کانالی نو و بهترین می باشد. به حد ویدیوهای خوشرو دارند. بیاد خرسند من که زنهای ما هم من اکتیو یعنی پخت و پز خود را پیشکش میکنم. ولاگ همه نمود من ویدیوهای تاجیکای ما هم الکی برآمده است. حتما با دستگیری یکدیگر ما پیش میریم. انشالله دستگیری ما پیشروی زنها می باشد. حتما در آمده آبونش ویدیو رو دوستای دعوت کنید. ویدیو خواهرمان به یکدیگر پدلیتیه کنید. من پایانی همین ویدیو با میمونم. سیلکه کانال زکریپید میکنم. حتما در آمده آبونه شدن را فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی ما دوستان می باشد. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نوع پیراژنی با پیچنی تیار میکنیم. بسیار خواهش شد که یگان نمود پیچنی ها هم تیار کنید که پیراژنی های هم خیلی بتفتان باشد، آسان با پیچنی های خیلی مگزین. امروز خواستم یک نمودش طرز تیار کنش نشان دهم. محصولات لازمه برای ما من دو نمود پیچنی گرفتم، سفید و سیاه. همین پیچنی خیلی گرید میشد، شرط نیه همین بمانند. من همین پیچنی های خشک و برای کریمش ما زبرنای کریم تیار میکنیم. و ما زبرنای کریم به چی ها لازم؟ نیم لیتر شیر، من 100 گرم 150 گرم شکر. اگر خیلی شیرینی دوست دارید میتونید بسیارتر شکر همراه کنید. 3 قاشق کلان کرخمل گرفتم. میتونید جای کرخمل با یعنی آرد استفاده برید. کرخملی من کوکروزنی، یک دانه تخم و 2 قاشق کلان کاکائو. برای زبرنای کریم ما بعد پختن من مسله همراه میکنیم. نیم تشه همراه کنیم. 80-100 گرم مسله لازم. این محصولات ها برای تیار کردنی خیلی پیراژنی ما لازمه. در اول کسترول با شکرامه گرفتیم. من کرخمل، کاکائو، میتونید خیلی کاکائو استفاده نبرید. و من یک دانه تخمه همراه کردم. شروع یک خیلی محصولات حاصل میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من این تا شیره میگیریم. میشه یک خیلی محصولات حاصل میکنیم. من محصولاتمه بالی گاز و مانده ما اینا میپزیم رو بکنیم. من یک خیلی حاصل شد. من کریم ماندم بالی گاز و نفش رو کافته میستیم که خیلی کلوله مزنه تا پختنش ما کافته میستیم. من کریم ملقه غفظ شده من جوش برآورد. من کریم ما گرماگر من دیگه کاسه میگیریم. من گرماگر کریم ما با مسله همراه کنم. همچون شروع آمیخته کرده باشو پشت میمانیم تا خنک شدن. من کریم ما تیار باشو پشت نگاه میداریم تا خنک شدنش. من کریم ما هم الکی خنک شد. من نگاه کنید. من آمیخته میکنیم. نه اونقدر خیلی سخت. برای ما سختش لازم نی. برای آنکه چرا ما با این پیچنی باید سوختر باشد. اگر ما سختتر خواهیم بعد خنک شدن مسئله لب زنیم میکسر قطعی بعد سخت می بیاد. ما گرماگر مسئله همراه کردن ما برای همین نه اونقدر غفص آمد. من فرم گرفتم. میتونید جای فرم با خیلی چگاه فالگه استفاده برید. فالگه می خیلی گانچ 4 کنجه یا که میتونید
دانید من خیلی کارافکای خیلی شیر کیفیره بریده در این همین بام کرم کرده پیچنید میشه برای خیلی داشتن و خشرو آمادنش. من امروز من فرم با میگیرم. ما کمتر کرم میکنیم برای چسبیدنی خیلی پیچینی ما هر یکشه من کرم میمالیم شروع کرده یکتی سفید یکتی سیاه کرده ما همین پای میچینیم ما باینش با خیلی پای میچینیم یکتی سیاه من یکتی سفید کرده پای میچینیم خیلی میریم یکتی سیاه یکتی سفید کرده کرمش غفص مالید که خیلی کشته گیرد برای همین ما با کرمی غفص لازم نیست می سویقش بهتر که کرمی سویق تستر خیلی پیچینی باق برای خودش پیچینی میگیره پیچینی ها شروع ملایم میشه. همینطور تا آخره پیچنده میریم ما. من نگاه کنید من تا آخره کرم کردم یکتا سفید یکتا سیاه کردم میتونید پیچنی های خیلی از میرش برابر گیرید نگاه کنید یک خیل میبیاد کریموشه برومدگیشه گیرداش با از نم میمالیم اینطور من نگاه کنید شروع کرم کردم با مدتی 2-3 ساعت نگاه می‌داریم بعد روشه آروم میدیم برای آنکه خیلی کریمش خودش رو کمتر گیرد کمتر شخ میشه بعد خواهید آروم میدید نخواهید خیلی با خواهش خود من پیچنی ما هم نگاه کنید کریم شخ شد ما کو کمتر من شکلات دوب کردم برای روش میریزیم خیلی خواهید ریزید نخواهید خیلی شرط نیه من شروع همونجاش رو میریزیم من شروع شکلات کردم شکلاتش از سبب کاندیترسکی بودنش مدتی 5-10 دقیقه بعد الکای شخ میشه. من نگاه کنید الکای شکلاتش هم شخ شد ما کنه ریزه میکنیم خیلی چخی خواهید ریزه کنید من خیلی حاضر یعنی ریزه میکنم بیاد خشرون بیاد بسم الله منتاش x کرد تا آخرشه ما نمی‌تاب ریزه میکنیم با کردومه توزه کنیم که خیلی درونش با جمع نشود من نگاه کنید شروع بریدم ما اکو اینه منه میبینیم درونش چه آمده است من نگاه کنید درونش چه شروع آمدگی نگاه کنید چه سفید و سیاه بیهد اجای بود آمدگی نگاه کنید ما کو بالاش با کمتر من نمیاش با ما همین بادام میگذاریم من دروناش ریزه کردم ببینیم دروناش چه آمده است بسم الله الرحمن الرحیم نگاه کنید چه ملایمک شدگی بیاد خوشخور نگاه کنید چه جای من شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید دیدیم تیار کنید بیاد آسان تفتان هم لازم نیست ما یک کرم میپزیم یارو دوستای کانال با دعوت کنید انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید